درود بر دوستان، خسته نباشید. تایم MVM 110 برای تصمیم تایمش. ببینید اینجا یه سنبه داره که من با لاک غلطگیر پر کردم. این سنبه راست این شاخص خار میلنگ ساعت 12. این شاخص این سنبه خار میلنگ ساعت 12. توی میلسوپاپش ببینید خار میلسوپاپ رو به ساعت 12. اینجا یه سنبه داره که من با لاک غلطگیر پرش کردم مجدد. بعد دقیقا رو به این خطه میشه. البته یه مقدار چرخونده میشه. رو به این خط سفید یه شاخص داره اینجا روی خود کپی میلسوپاپ. بعد ارزم به حضورتون حتما هم چک کنید ببینید که اون دو تا سنبه ای که اونجاست، ببینید روی میلسوپاپ دو تا سنبه است، روی میلسوپاپ هوا یه سنبه است. تک سنبه باید مرکز دو سنبه باشه دقیقاً. ببین یه دنده، یه سنبه روی این دنده اینوری است، یه چیزا رو دنده اونوری است. سنبه میلسوپاپ هوا دقیقاً تو مرکز اون باید باشه.